چرا هنوزم بعد از 100 سال بعضی از بهترین سربازای دنیا کلت 45 رو انتخاب میکنن؟ چی تو این اسلحه است که هیچ مدلی نتونسته که جاشو بگیره؟ جوابش ساده نیست، ولی وقتی بدونی دیگه هیچ وقت مثل قبل بهش نگاه نمی‌کنی. سلام به همه دوستان یوتیوب، خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از کانال دانشمند. اینجا قراره با هم بریم سراغ چیزایی که کمتر کسی درباره‌شون حرف زده. امروز درباره یه اسلحه خیلی خاص صحبت میکنیم، کلت 45 یا همون تپانچه M1911 معروف. در اوایل قرن 20 ارتش آمریکا یه مشکل بزرگ داشت. سربازاشون وقتی با اسلحه‌های کمری قبلی میرفتن جنگ نمیتونستن دشمن رو متوقف کنن، مخصوصا در برابر فیلیپینیا. اونجا بود که فهمیدن به یک اسلحه قوی‌تر نیاز دارن و جان براونینگ وارد میشه. اون یک نابغه واقعی توی طراحی اسلحه است. اون یه تفنگ کمری ساخت که نه فقط قوی بود بلکه فوق‌العاده و قابل اعتماد هم بود و اسمش رو گذاشت M1911. M1911 طوری طراحی شده بود که حتی توی گلولای و گرد و خاک شلیل هم کار میکرد. توی جنگ جهانی اول وقتی همه اسلحه ها گیر میکردن، کلت 45 مثل ساعت سوئیسی کار میکرد. برای همین سربازا اسمشو گذاشته بودن نجات دهنده جیبی. حتی بعضی داستانایی تعریف میکنن که سربازا با این اسلحه درگیری تن به تن هم میرفتن. یعنی قبل از اینکه وارد ارتش بشه یه تست عجیب هم براش گذاشتن. تستا چی بودن؟ 1000 بار شلیک کردن بدون اینکه اسلحه تمیز بشه. تو گلولای انداختنش و بازم شلیکش کردن. حتی روش آب جوش ریختن، بازم تیراندازی کردن. هیچ بلایی نمونده بود که سر این کلت نیارن. همین شد که ارتش گفت این همون چیزیه که من میخوام یه سوال ازتون بپرسم، ولی قبل از اینکه جوابشو بدین اول میخوام مشخصات این اسلحه رو بگم. سوال من چیه؟ شما اگر این قرار بود یه اسلحه افسانه‌ای رو انتخاب کنید که باهاتون بیاد تو میدون جنگ، کلت 45 رو انتخاب میکردین یا یه چیز دیگه برمی داشتین؟ صبر کنید، تصمیم نگیرید تا مشخصاتش رو بهتون بگم. این کلت عجیب ویژگی‌هاش هم مثل خودش عجیبن. کالیبر 45 ACP، یعنی گلوله های بزرگ و سنگین، ظرفیت 7 تیر توی خشاب، وزن بالا حدود 1.1 کیلوگرمه و مهمتر از همه دقت فوق‌العاده و لگد کم نسبت به قدرتش. یه نکته جالبم داره، کلت 45 اولین اسلحه‌ای بود که سیستم سمی آتو یا همون نیمه اتومات داشت. یعنی هر بار که ماشه رو میکشیدی بدون اینکه کاری بکنی گلوله بعدی هم آماده شلیک میشد. اون زمان همچین چیزی حسابی جدید بود. حالا نظر تو همین پایین برام کامنت کن، عاشق اینم که بدونم انتخاب تو چیه. M1911 اونقدر محبوب شد که نسخه های مختلفش ساخته شد، از مدل‌های تمام استیل گرفته تا مدل‌های سبکتر برای عملیات‌های مخفی. حتی امروز هم بعد از بیشتر از 100 سال نسخه هایی ازش تولید شده و کلی پلیس و ارتش هم هنوز ازش استفاده میکنن. یه چیز خفن دیگه هم درباره این کلت براتون بگم. کلت 45 در سال 1923 ارتش آمریکا یه رکورد باور نکردنی با این تفنگ زد. یه تیرانداز حرفه‌ای با یه کلت 45 تونست توی فاصله 50 یاردی 10 شلیک پشت سر هم بزنه و همشون توی یک دایره به قطر فقط 10 سانتی متر جا بگیره. اونم با یه اسلحه کمری ها، نه با اسنایپر. اونجا بود که همه فهمیدن کلت 45 فقط زور بازو نیست، یه شاهکار دقیق مهندسیه. البته این نجات دهنده جیبی فقط یک تفنگ توی جنگ نبوده، توی فیلم ها و فرهنگ ها هم یه نماد شده. توی فیلم هایی مثل جان ویک که البته مدل های مدرن ترش این اسلحه یه نقش کلیدی داشته.
حتی توی بعضی از انیمیشن ها و بازی های ویدیویی معروف هم کلت 45 به عنوان اسلحه قهرمان ها نشون داده شده. واقعا هیچ چیزی مثل یه کلت توی دست یه قهرمان یه حس قدرت و بقا رو منتقل نمیکنه. برای همینم هست که بعد 100 سال هنوزم جذابیتش از بین نرفته. یه چیزی که خیلی ها نمیدونن اینه که نسخه های جدیدتر کلت 45 توی ظاهر خیلی شبیه همون مدل کلاسیکن، ولی یه سری تغییرات مخفی و به شدت هوشمندانه توش اعمال شده. مثل چی؟ مثل دسته ها. توی مدل های جدیدتر دسته ها رو با متریال ضد لغزش ساختن، طوری که حتی اگه دست خیس یا عرق کرده هم باشه باز هم کنترل کاملی روش داری. دومیش مکانیزم مارشه است. مارشه رو نرمتر و حساستر کردن تا دقت تیراندازی توی درگیری واقعی بهتر بشه. سومیش مواد بدن است. توی بعضی از ورژن ها مثل کورت رایلگان یا دلس ایل بدنه رو از استیل مقاوم در برابر زنگ زدگی ساختن که مناسب عملیات توی شرایط آب و هوایی شدید باشه. و ریل های تاکتیکال که بعضی از نسخه های جدیدش مثل M45A1 ریل مخصوصی برای نصب چراغ قوه یا لیزر دارن، یه چیزی که اصلا توی مدل‌های قدیمی نبوده. یعنی در ظاهر همون حس نوستالژیک قدیمی رو دارن ولی از تکنولوژی روز هم بهره مندن. این یعنی کلت 45 توی این 100 سال فقط زنده نمونده بلکه هوشمندتر و بهتر هم شده. پس وقتی حرف از نجات دهنده جیبی میزنیم داریم درباره یه تیکه از تاریخ حرف میزنیم. یه اسلحه کوچیک که تاریخ رو تغییر داد و نشون داد که وقتی طراحی دقیق باشه حتی یه قطعه فلز کوچیک هم میتونه دنیا رو تکون بده. اگر از این ویدیو خوشتون اومده یادتون نره لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید که هیچ کدوم از داستانای خفن بعدی رو از دست ندید. مرسی که تا اینجا با من بودین رفیق. تا ویدیوی بعدی، بدرود.